بینندگان عزیز سلام. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 22 میلیون است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع. نخستین قطار روی آهن سمت دوشنبه تاشکند که 20 ایون به حرکت درآمده اولین مسافران را به ازبکستان برد امروز به پایتخت تاجیکستان برگشت. عذر خوش آمدید. با بیایه نقد آمده این سمرقند پیشواز میگرفتن، تاشکند پیشواز میگرفتن. دلیری امام علی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشتگاه هستند و والدان و پیوندانشان سرگردانند. چرا بازداشت این دو روزنامه‌نگار بحث برانگیز شد؟ ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم. برای پیشرفت این وطن میخوایم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه. و افسردگی و اضطراب در بین جوانان افغان زیاد شده است. طبیبان میگویند ناامیدی از وضع فعلی در افغانستان جوانان را به این حال افکنده است. وقتی نمیفهمیم کدام طرف روان هستیم گم میشیم. و گم میشیم یعنی چی؟ افسرده میشیم، اضطراب میگیره. نخستین قطار روی آهن سمت دوشنبه تاشکند که روز 20 ایون به حرکت درآمده بود امروز اولین مسافران را از سمت ازبکستان به تاجیکستان آورد. آنهایی که بعد از 30 سال در این مسیر سفر کردند از راه اندازی شدن ارتباط زمینی بین دو کشور خوشحال بودند. با مسافران و مسئولان قطار روی آهن سمت دوشنبه تاشکند همکاران ما سروینوز روح الله و نگاره فضل‌الدین صحبت کردند. вокзали роҳи оҳани тоҷикистон қатори тошканд душанбе бори аввал пас аз 30 сол мусофиронеро ки ба душанбе аз кишвари ҳамсоя омаданд бо гулдастаҳо пешвоз гирифтанд. нодира шодиева яке аз онҳост ки баъд аз 7 сол ба душанбе омад. поиз хати омадан нағз осон, шароитош нағз, қулай. 7 сол ба омадем. 7 соат ба? Не 19 соат ба омадем. 7 сол шуд омадагем ба. Шароитош нағз, ҳама чизош нағз. ҳаракати қаторҳо байни тоҷикистону ӯзбекистон ҳанӯз солҳои 90-уми асри гузашта қатъ шуд. маҳбубҷон абулов таҷрибаи 40-солаи кор дар роҳи оҳани тоҷикистонро дорад. ӯ борҳо бо қатор марзи ӯзбекистонро убур кардааст ва хотираҳои начандон хуберо дар ёд дорад. давраи ислом кали мерафтем ҳамин нафасгирӣ намемонд. хаб канидамунам 4-5 соат сарасёб наман кардам. хай ҳозиру мем хуш омадед. با بیایه نقد آمده این سمرقند پیشواز میگرفتن، تاشکند پیشواز میگرفتن. масофа аз душанбе то тошканд 916 километр буда вақти сафар 21 соатро дар бар мегирад. миёни мусофироне ки дар ин масир сафар доштанд гурӯҳи хабарнигорон ҳам буданд. қаторае ки имрӯз ба роҳ баромад ва мо сафар доштем як гурӯҳи журналистон бо намояндагони делегатсия ба ҷумҳурии ӯзбекистон бисёр як таъссуроти хуб бардоштем. албатта бояд ки ана ҳамин чиз бошад ва хеле хуб қабул карданд. мо аз ташкент сити дидан кардем. бисёр ҷойҳои фарҳангӣ, бисёр ҷойҳои зебое ки имрӯз бояд ки мардуми мо рафта бинанд, саёҳат кунанд. тавофуқ дар бораи дубора роҳандозӣ намудани ҳаракати қаторҳои мусофирбар байни пойтахти кишварҳо дар вохӯрии сарони ду давлат эмомалӣ раҳмон ва шавкат мирзиёев аввали моҳи июн дар шаҳри тошканд ҳосил шуда буд. дар ҳафта як бор рӯзои душанбе соати 6:30 ай душанбе ташкент мисол пешакӣ билет гирифта шуданд. нархи арзон қатӣ, нархи дастрас қатӣ. тоҷикистону ӯзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботи заминӣ интиқоли молу коло, равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. сарвинози рӯҳло, нигораи фазлиддин, озодӣ, душанбе. دلیری امام علی و عبدالله غربتی دو روزنامه‌نگاری توجیک یک هفته میشود در بازداشتند. آنها در چه حالند معلوم نیست. بازداشت این دو روزنامه‌نگار واکنش‌های زیاد را در داخل و هم خارج تاجیکستان به میان آورد. چرا فعالیت دلیری امام علی و عبدالله غربتی به مقامات توجیک خوش نیامد؟ مولا رجب یوسفی و زرانگیز نوروشا تلاش کردند به این سوال در این گزارش پاسخ بدهند. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم. برای پیشرفت این وطن میخوایم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه. دلیر امام علی روز 15 ایون با عیبنامه همکاری با سازمان‌های ممنوع و دروغ پراکنی بازداشت شد.
همکار و همتقدیر دلیر عبدالله غربتی که همراه در یوتیوب گزارش نشر می‌کردند به حمله به کارمند میلیسا متهم شده است. این خبرنگار هم قبلا چند بار مورد تهدید و حمله قرار گرفته است. دو روزنامه‌نگار تاجیک به موضوعهای سیاسی زیاد دست نمی‌زدند. برخی همکسبانشان میگویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایت می‌کردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی‌نشستند. آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه می‌آید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفهشان صادق ماندند. برای آشکارگویی میان مردم عادی محبوبیت زیاد کسب کردند، اما کارشان گاه تنقید میشد. یک ایراد هم این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. آگاهان میگویند اگر مقامات ایراد می داشتند باید از راه قانونی می رفتند، نه بازداشت و زندان. آنها مورد فشار قرار دارند و این موقع شخصی من هم است که من گمان میکنم که مقامات برای تحت کنترل قرار داشتن فضای اطلاعات و زیر نظارت بودن فعالیت ژورنالیست‌های مستقل و رسانه‌های مستقل به این اقدام دست دادند که عاقبت خوب ندارد. عبدالله غربتی 26 ساله قبلا در ازیا پلوس فعالیت داشت و یک ماه اخیر همراه با دلیر امامعلی کار میکرد. نام این خبرنگار 26 ساله پیشتر چند بار رسانه‌ای شده بود. همگی میدونند که عبدالله 2 بار جبر دیده بود در حادثه‌های این چیزا و همیشه توصیهش همین بود. ژورنالیستی که مثلا یگان کسبی نیست که ما از اون پولدار شویم و مثلا اگر تو در ژورنالیست که برای پول آمده ای، برای مثلا چیز چاره آمده ای، همین روز بس کن رو ژورنالیست کرد. دلیر امامعلی 34 ساله ختم کرده رشته اکتیاری است. همراه با رفیقانش تئاتر نگاه نو تشکیل کردند و چند فیلم مستند هم برداشته است. او 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستیک آمد. یک مدت در رادیوهای امروز و وطن کار کرد. روزنامه‌نگاری برای دلیر امامعلی هم شهرت آورد، هم دردسر. این آفتاب بسیار نرم است. این نمو میبخشه. زنده باد صلح و آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشت و والدان و پیوندانشان پشت در دادگاه و دادستانی سرگردانند. به پرونده دلیر امامعلی باشد مهر مخفی زدند و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی می‌گذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را طلب دارند. مقامات در برابر این دعوت‌ها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشنی خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می‌دانند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا می رویم به افغانستان که در این کشور با بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته مشکلات اجتماعی و اقتصادیش زیاد شد و مشکل دیگری به زندگی جوانان ضم گردیده است. آن هم بیماری های روانی و از جمله اضطراب و افسردگی که در بین قشر جوان افزوده است. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. ما وقتی نمی‌فهمیم کدام طرف روان هستیم گم میشیم. و گم میشیم یعنی چی؟ افسرده میشیم، اضطراب میگیره. خود فریدون رهبری 23 ساله به قول خودش گم شده است. نیم سال باز گرفتار افسردگی است و روزش را با کتابخوانی سپری میکند و به سختی از اتاق بیرون میآید. دانشگاه بلخ را با اختصاص ارتباطات و سیاستگذاری عمومی ختم کرده است و امیدوار بود در نهاد حکومتی کار مییابد. بازگشت طالبان امیدهایش را برباد داده است. لنگان قدم برمی داشتن به طرف آینده بهتر، کار، تحصیل، جامعه برابر، جامعه انسانی تر و دموکراتیک. ولی همین که لنگان شروع به حرکت کردن پایشان قطع شد. شکست روحی خوردیم. تمام جوانایی که در رده سنی ما قرار دارن.
برای جوانان مثل رادفر زندگی در عهد طالبان که 20 سال پس به حکومت برگشتند و قانون و قاعده‌های ارتجاعی دارند سخت است. مشکلات اقتصادی و آینده ناروشن جوانان را افسرده و گرفتار بیماری‌های روانی کرده است. شفاخانه بیماری‌های روحی بلخ شاهد این گفته است. فعلا مشکلات روانی نسبتاً سطح بالاتر دارند و مراجعین ما زیادتر است. قبلا یعنی در شرایط جمهوریت ما روزانه در بخش عاجل خود 30 تا 40 مریض مراجعین داشتیم، ولی فعلا 120 تا 130 نفر روزانه در 24 ساعت در بخش عاجل ما مراجعه میکنند. افسردگی و اضطراب در بین جوانان افغان فراگیر و زیاد شده است. طبیبان میگویند ناامیدی از وضع فعلی در افغانستان جوانان را به این حال افکنده است. بیکاری، ناامنی همه از رول داره در افغانستان که میتونه مریض دچار مشکلات روانی و خصوص افسردگی شود و اکثر مریضایی که پیش ما مراجعه میکنند جوانان هستند که از بیکاری، از امنیت خراب از این رنج میبره، بالاخره رفته دچار امراض روانی میشن. احوال بعضی از بیماران تا حدی بد است که برای پیشگیری از آسیب نرسانیدن به خود و دیگران آنها را زنجیربند میکنند. اما تعداد زیادی جوانان افغان بی زنجیر هم خود را در افغانستان زیر دست طالبان زنجیربند احساس میکردند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک مبین طرف در جایهای جمعیتی و سرودمی شهر خوجند از جانب کارمندان حفظی حقوق عملیات طالبنده جریان دارد. مقامات میگویند نظر به سالهای قبلی صفی چنین افراد در شهر بیشتر شده است. ساکنان در صحبت‌های سر راهی با همکارم فرزان محمدی گفتند که در این اواخر شرایط زیست دشوار شده و آدمان از ناچاری رو به گدایی می‌آورند. در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایون همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات طالبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگردیده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند، گفته می شود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و در آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان وانمود کرده به طالبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند. دوزونش دست پولتی هم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت بچه تو پتزو که میخیلم کرد، میخیلم شدگی میفرودم. کار که میتونستگیش به و ثواب نه، دولان در کار نه، و خودش معلوم. اون نیازمند و چه باشد کار کردن نمیتوند که ازش نمیاد و بیاردم کننده کار. اون شرایط حقانی باز بین چیزو همه قیمت. من گرید 1 کیلو روغن برای گرفتن چند قدر پنسیونر چند پول پنسیون میگیره، چند قدر روغن گرفته میتونه. همطوری ارد 1 تن گرفت مایده چه 3 سومون و باشد 200 گرم و برای همطور اویلو که آدم ها حساب کنید، پنسیون حساب کنید، خیلی پررگی سرشته خورده میتونه. همطوری به تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریباً 300 نفر طالبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان‌های جهانی تاجیکستان و کشوری در حال رشد ارزیابی می‌کنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت می‌آورند. مقامات تاجیکستان هم میگوید تقریباً 30% اهالی هنوز در حال تنگدستی به سر میبرند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده‌ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش به پایان میبریم، اما شما امکان دارید خبر و گزارش های روز رو در وبسایت و هم شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تشکر برای با ما بودن. فردا شما رو در برنامه‌هایمان انتظار خواهیم ماند. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد.